قدرمن دوستانو په یوه مهم موضوع باندې بحث کوو چې موږ څنګه کولی شو چې ټولنیز واوسیږو، موږ څنګه کولی شو چې ټولنیز وګړی واوسیږو او خپله دغه اجتماعي کېدل یا ټولنیز کېدل دا کومو برخو ته اړتیا لري، یعنې څنګه کولی شو چې موږ او تاسو په ټولنه کې مدغم واوسیږو. ځینې کسان دي دوستانو چې یوازې هماغه خپل ځان او په مغه خپل ډېره وړکۍ حلقه کې راتاویږي، یعنې د خپل حلقې څخه نه وځي. بیا د رواني له لحاظه اروپایان داسې وایي چې دا خلک زیاتره په ژور خفګان باندې هم اخته کېږي. هغه کسان چې ټولنیز دي، په بېلابېلو برخو کې دوی د ټولنې سره سهیم دي، هغه همیشه خوشحاله وي او دغه ژور خفګان یا ګوشه نشیني چې موږ ورته وایو هغه ورته نه پیدا کېږي. نو په ټوله کې دا یوه مهمه پوښتنه ده او مهمه مسله ده چې په دې کې مثال د موږ مسؤلیت څومره مهم دی چې موږ نه د ځان لپاره بلکې د نورو لپاره هم باید خدمت جوګه واوسیږو. د همدې موضوع په اړه راسره په خپرونه کې ټولنیز پوه ښاغلی محمد آصف شهریار دی چې ښه راغلاست او ستړي مه شئ ورته وایي. شهریار صاحب ستړی مه شئ، بخیر. سلام کمال صاحب نازنین، صبح شما بخیر، صبح همکارای شما بخیر. سلام بر همبیناهای خوب تلویزیون ملی، برنامه زیبای سلام صبح بخیر. تشکر از دعوتتان. شهریار صاحب موږ به همیشه ویلي وي، همیشه ویلي چې پلانی کس ډېر اجتماعي دی او دا د هغه اجتماعیتوب ورته ګټه هم کړې ده. واقعیت هم دی، ما ډېر کسان لیدلي، ډېر ملګري وو، زما ډېر دوستان وو، اجتماعي وو، اړیکې ډېرې پراخه وي، اوس تر ډېرو ښو جګو پوړیو پورې رسېدلي دي. څنګه کولی شو چې موږ او تاسو یو اجتماعي واوسیږو یا دغه خصلت په ځان کې پیدا کړو؟ ببینین کمال صاحب نازنین، وقتی که ما میگیم اجتماعی بودن، ما در این اجتماع زندگی میکنیم. این یک ضرورت مبرم برای خود ماست که ما در این اجتماع خود صحیح حساب بکنیم. اجتماع جایی است که یک محیط جغرافیایی تعداد از انسانها در اوجا جای به حساب به خاطر بود و باش خود اختیار میکنن و به خاطر پیشبرد امورات زندگی خود ناگزیر هستند که با هم در حالت تبادل باشن، با هم در حالت تعامل باشن، با یکی دیگه خود تعامل داشته باشن. وقتی که اینا تعامل درست داشته باشن، برخورد درست داشته باشن، اجتماعی بودن خوب یعنی خصلتشان باشه، بدون شک اینا انسان‌های موفق هستند. خب شاید برای بعضی‌ها سوال شود که اجتماعی بودن شاید یک فطرت کسبی باشه یا شاید یک فطرت درونی باشه که انسان وقتی که تولد میشه در وجود از اون نهفته است. اجتماعی بودن امو به حساب گرفتن از او یا ایدیای از او بدون شک هم میتونه کسبی باشه. وقتی که ما بزرگ میشیم در جامعه خود نظر به ارتباطات فامیل خود، نظر به محیطی که ما زندگی میکنیم، این رو برای خود کسب بکنیم، بیشتر اجتماعی شیم. و هم فطرتا در وجود ما نهفته میشه. یک طفلی که نو تولد میشه صحبت کردن میتونه، خنده میکنه. خنده از این بین این است که با ما تعامل میکنه، با ما ارتباط برقرار میکنه، کوشش میکنه به حساب ما را در یک کار خوب یا در یک کار بد نمرای ما لبخند بزنه. همیشه یعنی خود امرای ما صحیح احساس میکنه. این به این مناسبت که فرد اجتماعی بودن است. اینمی اعضای وجودی که ما داریم. در یک کار یک کسی میریم صحیح میشیم، با دستهای خودم رایز و کار میکنیم. خوبی دست خداوند بر ما داده به خاطر اینکه ما یک فرد مثبت در جامعه باشیم. یعنی اینمی چیزی است که خداوند بر ما داده. پس بعضی خصلت های اجتماعی شدن فطرتا در آنی که ما تولد میشیم در وجود ما هست. اما وقتی که ما بزرگ میشیم، در جامعه خود میریم، در جامعه اطراف زندگی میکنیم، در جامعه شهری زندگی میکنیم، در جامعه اروپایی زندگی میکنیم، در یک محیط رسانه‌ای میایم، در محیط کاری، در محیط تحصیلی، بیشتر خصلت‌های اجتماعی است که ما رو باید بیاموزیم. او رو ما باید از جامعه خود یاد بگیریم تا بیشتر یک فرد اجتماعی باشیم. ما وقتی که فرد اجتماعی میگیم مطمئن باشین کمال صاحب نازنین بیشتر فایدهش تا جانب مقابل که برای خود ما بیشتر میرسه. چون ما یک فرد اجتماعی بودیم، همیشه در غم و خوشی ها شریک بودیم، نزاکت ها و آداب اجتماعی را مد نظر گرفتیم، مطمئن باشین که ما یک فرد موفق در جامعه هستیم. چیزی که شما هم فرمودین، در موفقیت های بلند زندگی و وظیفه خود میرسیم. اولین مرحله را که ما به خاطر یک فرد اجتماعی شدن مراعات بکنیم یا بخوایم یک فرد اجتماعی خوب باشیم، آداب کردن یا مراعات کردن نزاکت های آداب اجتماعی است. در جامعه ما بعض آداب و نزاکت هایی که هست را ما باید مراعات بکنیم. اجتماعی شدن ما اولین باری که ما تقابل پیدا میکنیم، در صنف درسی خود داخل میشیم، در یک محیطی که تعداد از افراد نشسته از داخل میشیم، سلام میکنیم. این از این است که ما خود برای جانب مقابل میفهمونیم که ما یک فرد اجتماعی هستیم. سلام میدیم، احوال پرسی میکنیم، نمرایشان از حال احوال میپرسان میکنیم. اگر یک مرحله غم از دوستای ما باشه در اشتراک میکنیم، کمک میکنیم. اگر خوشی باشه همچنان از حال احوال همدیگر با خبر میشیم. و آداب و نزاکت های شهری خود مراعات میکنیم. آداب و نزاکت های اطراف منطقه محیطی که ما زندگی میکنیم میره مراعات میکنیم. ما اگر در یک محیط شهری زندگی میکنیم کدام موارد باید مد نظر بگیریم که آداب و نزاکت های شهری باشه. وقتی که من آداب مراعات کردم بدون شک یک فرد اجتماعی هستم. اجتماعی بودن اگر یک تعریف خلاص ما برش بدیم، قانون هایی که در یک اجتماع تطبیق میشه، قانون هایی که در یک جامعه تطبیق میشه، ما رو مراعات بکنم. خب چی قانون ها در یک محیط شهری باشه، چی در محیط اطرافی باشه، چی در محیط تحصیلی باشه، در هر محیطی که باشه ما رو مراعات بکنم.
همراه همگی خود قسمی وانمود بکنم که من هم جز از این جامعه هستم. خب موقف ما، پول ما یا زندگی یا هر چیزی که ما داریم به کنار، اما چون ما همه ما انسان هستیم، در غم و شادی های یکی دیگه خود شریک هستیم و ما میخوایم در تعامل و داد و ستد همراه شما باشیم. این میجاست که ما بر جان مقابل خود میفهمیم که ما یک فرد اجتماعی هستیم. مننه کوم. یو ډیره مهم مسله د اجتماعي کېدلو یا اجتماعي بودن یا ټولنیز کېدلو دغه د استاد محترم ځینې کسان دي ډېر اجتماعي دي او ډېر لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ډېرې ښې ګټې هم خپل ځان ته ترلاسه کړي. د ګټو سره کومې قربانۍ د هغه څوک چې اجتماعي دي ورکولی شي، یعنې دا هم ډېره مهم مسله ده. تاسو بلدلي وي موږ او تاسو دغه زه چې اوس دندې ته راځم همکاران مې راځي، موږ یوازې یوه جمعه لرو. په دغه یوه جمعه کې هم ځکه ډېر کارونه زموږ څه مخکې وي چې مثال موږ یو ادبي غونډې ته لاړ شو، د یو دوست پوښتنه وکړو، خپلې کورنۍ ته ورسېږو، نو رخصتي نشته ده دلته، هر ورځ راځو او بېرته خپل مازدیګر خپل کور ته ځو. نو په ټوله کې کومې قرباني باید یو څوک ورکړي تر څو وکولی شي چې یو ښه ټولنیز کس واوسیږي؟ خب کمال صاحب، نظرین ایز نظر به موقف، نظر به یک محیط جامعه، نظر به برنامه اجتماعی که ما اشتراک میکنیم، قربانی های ما فرق میکنه. به طور مثال فرموده شما ما یک جمعه رخصتی داریم، اما دوستای ما از ما تقاضا میکنن که بریم به یک جای به چکر و تفریح. خب اگر ما چکر و تفریح از اینا رو رد بکنیم، شاید بیشتر هدف ما باشه که ما مشکلات خانگی که داریم یا رسیدگی هایی که برای فامیل خود داریم میره انجام بدم، اما بیشتر دوستا فکر میکنه شاید به خاطر همراه ما آمده مسئله پولی باشه، شاید نمیخواد وقت خود همراه ما سپری بکنه، شاید نمیخواد پول از همراه ما مصرف شود، یا ما قسم در محیط در خوشی یک آدم ما نمیریم اشتراک نمیکنیم، با اصطلاح عامیانه سیالی و شریکیش پیش نمیبریم، میگه والا در عروسی من آمد به خاطر اینکه ما در عروسی از این نبیایم. قربانی ها وقتی که ما میگیم در به خاطر اجتماعی بودن ما بدون شک داره، اما مهمترین چیزی که در اجتماعی بودن ما قربانی میدیم او وقت ما هست. شاید از اینهای اقتصادی هم ما بپردازیم. ما امروز سر درس خود نمیرم، اما به خاطر خوشی یک دوست خود به خاطر غمش اشتراک میکنم، وقت خودم ما تلف کردم. به خاطر یک دوست ما، یک رفیق ما از یک جای دور اومده، ما به خاطر که بیشتر بخوایم امروز او صمیمی باشیم، امروز دعوت میکنم، میشینم یا در خانه یا در هتل یا به پذیرایی تا میدان هوایی میرم، یا یک مهمانی که میخواد در خانه ما بیاید، ما از یک پذیرایی درست میکنم. خب پذیرایی درست به این معنی نیست که ما بیشتر بر از او نان و غذای لوکس تیار بکنم، اما اندک یک گیلاس چای هم که بر از او آماده میکنم، یک هزینه اقتصادی بر ما در بر میگیره. بدون شک یکی از قربانی هایی که ما بیشتر اجتماعی باشیم مسئله پولی هم میتونه باشه. مسئله وقت مهمترین چیز است که ما بر شما گفتم. در بحث اجتماعی بودن را مطمئن باشیم که کمال صاحب نظرین خداوند میگه خب اساس و پایه اجتماعی شدن دوستی هاست، رفاقت هاست. ما وقتی میتونیم یک فرد اجتماعی درست باشیم که دوست خوب باشیم، رفیق خوب باشیم، یعنی رفاقت و دوستی ما خوب باشه، اون وقت یک فرد اجتماعی خوب هستیم. خداوند میگه وقتی که شما دوستی و رفاقتتان خاص به رضای خداوند باشه، من پاداش از او را اجر از او بر شما میپردازم. ما اینو مطمئن باشیم در اجتماعی شدن ما هر آن چیزی را که میپردازیم، هر آن توانی را که میپردازیم، خداوند رو بر ما جبران میکنه و اجرش میده. و اونم قسم در بعض حالت ها در اجتماعی بودن شاید در بعض حالت ها شخصیت ما زیر سوال بره. ما ناگزیر هستیم به خاطر از اینکه یک فرد اجتماعی باشیم این قربانی ها را قبول بکنیم. چرا در بعض جایا ما جایی که به اصطلاح شخصیت ما صدمه میبینه، اما به خاطر دوستای ما، به خاطر رفقای ما، به خاطر از اینکه ما خود یک فرد فعال در جامعه نشان بدیم باید اشتراک بکنیم. ما به خاطر پاکی و صفای شهر خود اگر بیایم کثافت ها را خودم از محیط کاری خود، از محیط دفتر خود، از محیط درسی خود جمع بکنیم، شاید برای بعض دوستای یک کسرشن باشه، اما با عنوان از اینکه یک فرد بیشتر اجتماعی باشم گپ بسیار خوب است. در جایی که من میرم خریداری میکنم، اگر یک احترام متقابل من همراهش داشته باشم، یک فردی را که میبینم یک نیاز داره، یک کسی مریض شده از دوستای من میرم به احوالگیری از او، چقدر مرا میتونه یک فرد اجتماعی خوب نشان بده. در کل نظر به محیط، نظر به اون تقاضای جامعه، وقتی که ما میخوایم یک فرد اجتماعی خوب و درست باشیم، هزینه های متعدد خود داره، از وقت شروع تا پولش. در بعض جاها گفتم شاید برای ما کسرشن حساب شود و در بعض حالت ها ما فکر بکنیم با عنوان از اینکه یک فرد اجتماعی میخوایم باشم یک صدمه روحی ببینیم یا یک صدمه جانی ببینیم. این مسائل داره، اما لازم ما هست که ما یک فرد اجتماعی باشیم، در غم و خوشی ها شریک باشیم. چرا؟ چون اونمو چیزی را که ما بر دوست خود اجرا میکنیم در اجتماعی شدن، اونمو چیزا نیاز خود ما هم است. فردا روز اونا هم باز بر ما به حساب دمی کار سهیم میشه. ډیره مننه کوم، ډیره پوره معلومات. یو مهمه مسله استاد محترم، تاسو بلدلی وي ځینې کسان دي چې یوازې د خپل کورنۍ لپاره مثال اجتماعي وي او ټولنه کې بیا دومره سهیم نه وي. ځینې کسان دي د خپلې کورنۍ لپاره هم وخت نه لري، د خپلو ماشومانو لپاره هم لري. یعنې که داسې پوښتنه وکړم څومره مهمه او اړینه ده چې د خپلې کورنۍ لپاره اجتماعي واوسېږو. ځینې کسان دي فقط هماغه یو ځان دی او دا دی نه د چا سره خبرې کوي، نه دومره فعالیت کوي، یوازې
او یوه بله مسله هم ده په دې اړه مې غوښتل چې تاسو یوه ځانګړې یوازې پوښتنه دا وکړم چې دغه سوشل میډیا چې دلته افغانستان ته راغلي ځینې کسان یې دغه اجتماعي فعالیتونو څخه بیخي بې برخې کړي دي. یو ټلیفون دی، یو دی دی وایي چې دا زما ټلیفون ټوله دنیا ده، په دې کې هر څه شته، ضرورت نشته زه ته یو ځای پورې لاړ شم. دغه د کورنۍ ته رسېدنه او ملګرو ته رسېدنه صحیح ده چې ته به دنده لرې، اجتماعي اکاونټونه به هم لري، خو مګر هم دغې ته رسېدنه څومره اړینه مهمه ده چې دوی ته هم باید ورسیږو. مهمترین مسائل از کمال صاحب ناظرین، ببینید بعض افراد هستند به خاطر موقف‌های سیاسی خود، به خاطر موقف‌های بیرونی خود، خصوصا در دوره جمهوریت یک وکیل بود خود کاندید میکرد، به خاطر اینکه با موقف خود برسه ارتباطات اجتماعی خود بیشتر تامین میکرد، کوشش میکرد بیشتر همراه مردم در ارتباط و در تعامل باشه. ضرورت است که ما هم در خانه باید روابط خوب داشته باشیم و هم در بیرون. در مورد خانه وقتی که ما یک فرد خوب باشیم، خود پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میفرماید، میگه بهترین شما کسی است که بهترین در خانواده خود باشه، بهترین بر اعضای خانواده خود باشه. خانه یک اجتماع کوچک است. ما به عنوان پدر، برادر یا همسر عضو خانواده هستم. بدون شک ما باید یک فرد اجتماعی خوب باشم، در کار خانه سهیم باشم، همراه خانم خود، همراه مادر خود. کار و وظایف ما تقسیم نکنم در خانواده خود، چون خانه هم یک اجتماع کوچک است. وظایف تقسیم نکنم، هر کاری که در پیش روی ما باید تو انجام بدم، چون محیط خانه است. اطفال در اونجا زندگی میکنن، اونا از ما یاد میگیرن. و مهمترین چیز در خانه ما باید موقف اجتماعی خود فراموش بکنم. ما اگه برادر هستم، اگه پدر هستم، اگه دکتر هستم، انجینر هستم، اگه در بیرون رئیس جمهور هستم، وکیل هستم، این موقف بیرونی ما هست. اما در خانواده اگه پدر هستم بهترین پدر باید باشم، اگه برادر هستم بهترین برادر باشم، مادر هستم بهترین مادر باشم. موقف بیرونی خود در اجتماع خانه خود شریک نسازیم. اگر ما در خانواده موقف بیرونی خود خواستیم شریک بکنیم، بازی احساس غرور رخ میده و ما در خانه یک فرد اجتماعی خوب نمیباشم، روی درست همراه فامیل خود نمیکنم. وقتی که من در خانه روی درست همراه همسر خود نکردم، اولادایی که در خانه از ما تربیت میشه تربیت سالم و درست را نمیگیرن. در خانواده احترامی که بر ما میشه، او احترام به اساس ترس است، به احساس خالمغال و سرصدای ما هست که در خانواده بر ما میکنن، نه با اون از اینکه من یک فرد اجتماعی هستم، یک فرد خوب هستم. اگر ما به اساس عطوفت و مهربانی از خانه وقت بیرون میشیم، بوتای ما رنگکدگی، لباسای ما منظم آماده باشه، بهتر است تا اینکه ما لباسای ما به اساس غالمغال و دو دشنام زدن و لتوکوب آماده شود. این مورد خیلی مهم است. یعنی در خانه ما باید خیلی اجتماعی باشیم، یک فرد مثبت باشیم. اما قسم وقتی که ما میگذاریم قدم میگذاریم در جامعه، بیشتر افراد هستند در خانواده خود بسیار آدم خشن میباشند، بسیار آدم زشت میباشند، اما در اجتماع بسیار ارتباط خوب برقرار میکنن. کی فرد از لحاظ روانی خود مشکل خدا داره، از لحاظ اسلامی هم، چون خداوند میگه قبلا اول تو در خانواده فرد خوب باش، بعد از او در جامعه. این افراد وقتی که در خانواده خود بد بودن، در اجتماع به خاطر موقف هایی که دارن، دکتر هستن، انجینر هستن، دکاندار هستن، تجارت پیش هستن، فقط به خاطر منفعت های شخصی خود. او په ټولنه کې به د ملګرو سره ښه چلند نه کوي، په کور کې ستونزې لري، ملګرو په منځ کې مثال شیطانت کول، د ملګرو په منځ کې ستونزې جوړول، د یو طرف نیول، هغه خوشي کول، بیا د بل طرف نیول، همدغسې یو ګډوډیشن رامنځته کوي. بله بدون شک اینا تکلیف های روانی است کمال صاحب نازنین. اما وقتی که ما در جامعه ببینیم در یک فردی که در خانواده خود خراب باشه، بدون شک فرمودی شما هم در جامعه همین مشکلات هم داشته باشه. خب مو فردی که در خانه مشکل داره در بیرون برخورد درست میکنه، برخورد درست از او هم فقط حوصله‌اش یک 3-4 کلام است، یک 3-4 برخورد است. از او بیشتر اگه بخوای حوصله گیر کنی، اون قسم برخورد با همراه خودت هم میکنه. اما در جامعه فقط به خاطر از اینکه منفعت شخصی داره، منفعت پولی داره، کوشش میکنه خود خوب نشان بده، خوب جلوه بده، خوب ظاهر بده. یک شخص فرهنگی، یک شخص باسواد، یک دکتر خوب، یک انجینر خوب، یک دکاندار خوب، یعنی تبارز میده. در حقیقت در واقع شخصیت از او تو یک چیزی نیست که فرد باز ناموفق است. چرا در خانواده تو یک محیط درست است. من امروز برخورد خراب در خانواده خود میکنم، همون لحظه ما همون روز ما به خراب سپری شد. اما نسلی که بعد از ما میاد فرزندم، برادرم، اونا هم درست تربیت نمیشن. در مجموع جمع بندی اگه ما سوال شما را بکنیم، فرد اجتماعی بودن خوب در خانواده و در جامعه ضرورت و لازم و ملزومی یکی دیگه هست. ما نمیتونیم در خانه خوب باشیم در اجتماع خراب باشیم، یا در خانواده خود خراب باشیم در اجتماع خود خوب باشیم. فردی که تهدابش خوب باشه، اساسش خوب باشه، او در خانه خود هم خوب است، در اجتماع خود هم خوب است. نیاز مبرم خود ما هست در خانواده خود یک فرد اجتماعی باشیم، در جامعه هم ضرورت ما هست. چرا اگر ما در غم یک آدم میریم اشتراک میکنیم، به کمکش رسیدگی میکنیم. اگر یک دوست ما به پول نیاز داره، بر از او پول توانایی داریم کمک میکنیم.
عروسی میکنه، در عروسی اشتراک میکنیم، اینمی چیزها بالای خودم هم مانده، چون من هم جز از این اجتماع هستم. اگر ما چون این فرد اجتماعی باشم پس او هم بر ما رسیدگی میکنه. برخوردهای ما در مجموع در خانواده ما و در جامعه ما موقفی نباشه. خصوصا بیشتر دوستا را ما میبینیم وقتی که پولدار باشه از جامعه کوشش میکنه کم خدا فاصله بگیره، میترسه، میگه اگه ما بیشتر دوستی بکنیم شاید بیشتر پول مصرف شود، در حالی که یک دوست فقیر از او اگه امروز دوستی بکنه نیتش پول از او نباشه، او فقط یک فرد اجتماعی است، میخوایم امروز هر کس ارتباط برقرار بکنه هم با عنوان دوست خود انتخاب بکنه. اما ما با عنوان از اینکه پولدار هستیم کوشش میکنیم ارتباطات خود ضعیفتر بسازیم، بیشتر ارتباط برقرار نکنیم. یا موقف خوب داریم میگیم خب ما یک استاد هستم، ما یک دکتر هستم، این بیچاره سعی که یک دکاندار یک کارچون و چطور که از یک ارتباط برقرار کنیم، یک کار اشتباه است. برای ما انسانیت ما، اسلامیت ما مهم است. و چیزی را که شما فرمودین بحث سوشیال میدیا تکنولوژی است که دنیا را تبدیل کرده به یک قری کوچک. کار بسیار خوب است، یعنی امکانات بسیار خوب بر ما فراهم کرده. اما ما وقتی که از هر امکانات استفاده میکنیم، امروز اگر در جامعه ما موتر است، ما به اندازه از موتر استفاده نکنیم که باید پیاده روی ما فراموش شود که یکی از ورزش های مهم است. یا امروز در بازار اوتالا بیش از حد زیاد است، ما به حد از اوتالا استفاده نکنیم که میارسی های خانه از یاد ما بره که یک محبت صمیمیت خاص است. اونمو قسم ارتباطات اجتماعی ما وقتی که امروز تلفن از درست است، در جای خود، در محیط خود، در موقع ضرورت بر ما یا کارهای خوب داره، اما نه ای که باز ما بیایم زندگی شیرینی که برقرار کردن ارتباطات روبرو هست، رفتن احوالگیری از دوستا است، این فراموش بکنم و تکیه بکنم همیشه با سوشیال میدیا را استفاده بکنیم، استفاده درست. جایی که ضرورت ما بود گپ بسیار خوب است. من نمیتونم یک دوست مریض شده فقط برای زنگ بزنم از طریق تلفن از احوالگیری بکنیم. کوشش بکنیم تاثیرات مثبت سوشیال میدیا در زندگی ما داشته باشه، اما نه ای که به ارتباطات اجتماعی ما را خراب بسازه. و جز سوال دیگه شما، ما یک فرد میشیم که بیش از حد کار میکنیم، بیش از حد عاشق علاقمند پول هستیم، میگم من پول پیدا بکنم، زحمت بکشم، فامیلم از یاد میره، روز و شب در بیروگم هستم، همون قسم در اجتماع و در محیط هم دیده نمیشم، پول بیش از حد میخوایم پیدا بکنم. ببینین نظر و پیشنهاد ما بر از دوستا هست، زندگی، آرامش، اجتماعی بودن یا ای که ما یک فرد خوب در جامعه باشیم تنها پول نیست. بسیار افراد پولدار بودن که در جامعه به درد ما نخوردن، اما بسیار افراد فقیر هستند که در مهمترین لحظه های زندگی آمدن به درد ما خوردن و کمک ما کردن. پس تو هم مطمئن باش پول نمیتونه چاره‌ساز همه نقطه ها یا کمبودی های زندگی خودت باشه. تو به عنوان از اینکه ما یک فرد خوب باشم، یک فرد مثبت باشم و همیشه دنبال پول هستی، بازی برای تو نمیتونه به حساب همیشه پولت به دردت بخوره. در جای میشه که فامیلت نیاز تو میشه، در جای میشه که همسایت نیازمند، تو برای همسایت نیازمند میشی، در جای میشه که تو برای محیط و اجتماعیت نیازمند میشی، در هر جای پول به دردت نمیخوره. او ډیری کسان به استاد تاسو هم لیدلی وي چې ډېر زیات سرمایه‌دار دي، پیسه‌دار دي، مګر دوی بیا هم په ژور خفګان یا ډپریشن باندې اخته دي، ځکه چې دوی اجتماعي اړیکې دومره ښې نه دي. په ټوله کې که بحث راټول کړو دواړه استاد محترم، څنګه کولی شو چې اجتماعي واوسو، هغه مهمې ټکي کوم دي، او دې ترڅنګ څومره مسؤلیت موږ او تاسو ته دی، دغه مسؤلیت هم باید موږ او تاسو په ځان دا ولرو. دا نه وایي چې الله پاک پیدا کړی په دې نړۍ کې ډېر پیدا کړی، زه نه د چا په کار کې کار لرم، نه د ما په کار کې څوک کار لري، یعنې ځان ته یو څومره مهمه ده دا مسؤلیت څومره زموږ ادا کېږي چې نه ته په ټولنه کې ژوند کوې، باید په ټولنه کې صحیح واوسېږې، په ټولنه کې باید د خلکو سره مرسته وکړې، که د څومره وس راکېږي، که حتی د فزیکي مرسته د وسه نه کېږي، مثال به یو چاته یو مالي مرسته نشي ورکوی، کولی شي چې هلته ورته ورشي، ورته وګورې، یو ډاډګیرنه ورته ورکړي، څومره مسؤلیت موږ ادا کېږي. ما سوال شما دو جز داشت کمال صاحب، یکی که چگونه ما باید کوشش بکنیم یک فرد اجتماعی خوب باشیم و مسئولیت های اجتماعی چی است. ما در تهدا وقتی یک فرد اجتماعی خوب می باشیم که در آوان طفولیت مسئولیت های اجتماعی بر ما داده شده باشه. در خانه که من زندگی میکنم با عنوان از اینکه تو طفل هستی گپ نزن، تو طفل هستی نظر نده، تو طفل هستی کار کردن نمیتونی، اینی جاهایی است که من از اجتماع از فاصله به حساب فاصله بین ما ایجاد میکنن. نه خیر، طفل به اندازه طفلش، دختر به اندازه امو دختر بودنش یا سن سالش، یک مرد به اندازه مرد بودنش، پدر هر کس نظر به مقامش، نظر به سنش، نظر به تحصیلش ما در محیط خانواده خود کوشش بکنیم وقت بدیم، نظرشان بشنویم، گپشان بشنویم. وقتی که یک طفل خود در محیط خانه در به حساب یک تصمیم و مشوره خانه سهیم دانست، او فردا روزی که در یک جامعه هم رفت در مهمترین گپ ها و مهمترین چیزهای سار نظر میکنه. شاید نظرش قابل قبول نباشه اما نظر میده.
در اینجا نظرش قابل قبول نبود، نظرش در جای دیگه قابل قبول است. ما چی کردیم؟ بر از این توانایی بخشیدیم که اظهار نظر بکنه. اگر ما استعداد از این سرکوب کردیم، اگر ما در خانه تو طفل هستی گپ نزن، تو در این مسئولیت شریک نیستی، توی کار کردن نمیتونی، یک مقدار امکانات اقتصادی را در اختیار از قرار ندادیم، او را پشت سودا یا در بازار روان نکردیم که تو برین کارا بکو. این در جامعه شاید بزرگترین و بهترین ایده‌ها را داشته باشه، شاید بهترین نظرها را داشته باشه، اما چون در طفولیت همین استعدادش سرکوب شده، این نمیتونه اظهار نظر بکنه، نمیتونه در محیط خود به حساب صحیح حساب بکنه. یا ما ببینید مسئولیت های اجتماعی وقتی که ما میگیم یک پدر وقتی که بالای یک طفل خود نام خوب میمونه، این تاثیر داره که یک فرد اجتماعی خوب باشه. اگر در خانه ما یک بچه شه و ما نامش احمد بونیم، این در محیط جامعه که بره خودش که بزرگ شه میفهمه معنای نام احمد چقدر زیباست، این کوشش میکنه در هر محیط اشتراک بکنه. اگر ما نام بچه خود ترام بونیم یا بوش بونیم، خود در محیط اجتماعی از نام خود میشرمه، اشتراک نمیکنه. لباس خوب به این معنی نیست که ما هر روز برای یک لباس نو آماده بکنیم. نظافتش وقتی که پدر و مادر مد نظر گرفت، دستوریش همیشه پاک شد، لباسش کونه و پاره بود، او را برش منظم کرد، این خجالت نمیکشه از محیط اجتماعی که اشتراک کنه. هرچند پارگی لباس بر ما باعث ننگ و چیز نیست، اما چون طفل است وقتی که دوستای خود با لباس خوب ببینه، خودش لباسش خراب باشه، دلش یک گپ میگرده. کوشش بکنیم موارد مد نظر بگیریم در خانواده ها. در محیط درسی و تحصیلی ما همچنان استادا استعدادهای شاگردا را سرکوب نکنن. وقتی که یک سوال میشه، یک شاگرد هر نظر داره بخیز از او پرسان بکنه، نظرش بخواه، ولو که نظر از اون نظر غلط باشه، اما کوشش بکنه بر نظر از او احترام بگذاره. وقتی که استعدادهای ما سرکوب نشد، ما یک فرد اجتماعی خوب در جامعه می باشیم، چون ما استعداد داریم و هر آن چیزی که در دل ما سوره بیان میکنیم. یک کاری را که امروز من کردم، میرم در یک کار صحیح میشه، اون کار از پیش من خراب میشه، جان مقابل خیر است، این کدام کار بد نشد، اشتباه نشد، یا یک هر انسان از اشتباه پیش رخ میده. اگر ما بالاجی قهر کردیم که تو چرا این کار کردی، چرا این مسئولیت یا می اشتباه پیش رخ داد، او کوشش میکنه بار دوم این کار نکنه. میگه اگر ما بار دوم این کار بکنم، بار دوم در محفل فلانی اشتراک بکنم، شاید یک اشتباه پیش من صورت بگیرم و باز سرکوب شوم یا بالای ما قهر و غضب کسی شود. این موارد باید صورت نگیره که ما یک فرد اجتماعی خوب باشیم. مسئولیت های اجتماعی خداوند وقتی که یک حیوان کوچک اهمیت تا یک برگ درخت بدون حکمت و دلیل نآفریده. ما انسان هایی که در جامعه زندگی میکنیم مسئولیت داریم. به این معنی نیست که من شکر خدا صحت دارم، تندرستی دارم، در این جامعه زندگی میکنم، پول پیدا میکنم، فقط بر خود زندگی بکنم. نه خیر، ما اگر مسئولیت های اجتماعی را از دیدگاه قرآن و حدیث یک دفعه بیان بکنیم، شما باور بکنین شاید ما امروز چقدر پشیمان باشیم، چقدر خود یک انسان پس رفته احساس بکنیم. خداوند خودش بر ما مسئولیت داده، خداوند خودش ما را سهیم ساخته در جامعه. ما انسان هستیم، میگه تو پولدار هستی، پولت در راه برادر مسلمانان قرار بدیم. اگر دین داری، علم آموختی، دکتر هستی، انجینر هستی، این ما باید در اختیارش قرار بدیم. یک فرد مسئولیت پذیر باشیم. این از لحاظ دینی بود، از لحاظ اجتماعی پدر و مادر است ما را بزرگ ساخته، حق داره بالای ما، باید در مقابل از ما جبران مسئولیت بکنیم. دولت از امکانات تحصیلی بر ما فراهم کرده، بر معلم ما معاش داده، بر مکتب ما چوکی گرفته، بر پانتون ما میز گرفته، بر ما کتاب درسی مهیا ساخته. این پول از کجا شده؟ پول از مالی افراد است، حق شهید از حق یتیم از حق بیوه است. بر یتیم، بر شهید، بر بیوه نده، بر من امروز درس، مکتب، تحصیل امکانات مهیا کرده که من درس بخونم. خو یک مسئولیت است فردا روز. اگر ما یک دکتر خوب میشم، کوشش بکنم مسئولیت های خود ادا بکنم، یک دکتر خوب در جامعه باشم. اگر ما بگویم من خودم دکتر شدم، من خودم استاد شدم، خو امکاناتی را که دولت در اختیار ما قرار داد، این مسئولیتی را که خداوند بالای ما گذاشته، این مسئولیتی را که پدر و مادر داده، انما المؤمنین اخوتون، این آیت شریفی قرآن کریم که خداوند میگه همه مؤمنین با هم برادر هستند، این هم دردی و مسئولیت برادرم باز بالای ما چی شد. اینجا هست که باز ما نه تنهایی که به حساب از لحاظ دینی گناهکار میشم، از لحاظ اجتماعی یک فرد به حساب منحصر به خود میشیم، یعنی هیچ کس باز من همیشه ترک میکنه تا که درک بکنن، باز بیشتر صدمش برای خودم میرسه. ډیره مننه کوم قدرمن صاحب په پورې ما بحث و پرسته کې زمونږ خو باید په ماشومانو باندې دغه کوم یادونه شو که د کړنې باید پر ترسره کړو تر څو په راتلونکي ستونزه پیدا نه شي. هغه چې همدغسې راغونډ شوي دي، مثال دوی ته په وخت د ورکړه ماشوموالي کې دوی ته په ښوونځي کې د ښوونکو لخوا رټل شوي دي، دوی د کورنۍ د مشرانو لخوا رټل شوي. اوس په جامعه کې مثال ځوانان دي، دوی د سن تر 15 تر 10 رسیدل لري. دغې ځوانانو ته ستاسو پیغام څه دی؟ ما پیام بر از جوانایی است، خب اونا هم میتونن بالای نیروی خود، بالای مسئولیت های خود کار بکنن، یک فرد اجتماعی خوب باشن. اما خب یک کسی که در سن 30 و 35 سالگی یا 40 سالگی میرسه، کمال صاحب الدین همه خوب و بد تفکیک میکنه. سن 30 بالاتر یا حدودا 40 45 سال اونمو بالاترین ظهور عقل ماست، از او بیشتر دیگه باز مغز ما فکر ما رشد نمیکنه که ما بگیم یک فرد با عقلمند میشیم. اینمی دوره عقلمند بودن ماست. ما فکر بکنیم وقتی که ما در یک محیط کلان شدم که استعداد ما سرکوب شد، پس ما باید
ای تو یک برخورد را نکنم که فردا روز اولاد خودم شوم. من مورد این ظلم امروز قرار گرفتم، من مورد خشونت در خانواده خود قرار گرفتم، من در جامعه خود به حساب به عنوان از اینکه لباسم خراب است، به عنوان از اینکه من یک فرد پولدار نیستم، به عنوان از اینکه من یک استعداد خوب نداشتم، یا هر موردی که بود از جامعه دور حساب شدم، یا از طرف فامیل یا از طرف دوستا. ما باید همت یک برخورد نکنم، ما باید همت یک امو زنجیره یا سلسله که به خاطر از این موارد اسیر ما باید قطع بکنم. خودم یک فرد خوب باشم و در مجموع اگر هم بخواین بالای خود کار بکنن، کوشش بکنن، هم قابل اصلاح هستند. یک فردی که در سن 25 یا 30 سال است، خب درست است که در خردی استعدادش سرکوب شده، اما در جامعه ببینه که نیاز داره یک فرد بر از او. ما در چیزی را که شما در جریان صحبتتان که فرمودین، در کوشش در مسئولیت های اجتماعی تنها ما ضرورت به پول نداریم که یک آدم بیا بر ما پول بده. ما یک غم بالای ما میشه، یک دوست ما میاد یک پیام غم شریکی را هم که برای ما میگنه، بسیار یک قوت میگیریم، نیرو پیدا میکنیم. یا یک گپ خوشی میباشه، ما در خوشی اشتراک میکنه، ما خوش میشیم ازش. کوشش بکنیم موارد انجام بده خودش، چیزهایی که پول مصرف نداره. ببینین کمال صاحب نازنین صحبت خود اگه جمع بندی بکنیم، نقطه هایی که در جامعه باعث خوشبختی خانواده است، باعث خوشبختی فرد است، باعث خوشبختی یک جامعه هست، باعث خوشی هست، اینا خوشبختانه پول مصرف نداره. مثلا لبخند زدن است، همدیگر پذیری است، رفتن است برای جان مقابل ادای احترام است، سلام دادن است، گذشته است. یک آدم اگه دعوت داشتم برام داد، من در مقابل گذشت، همه از اینا چیزهایی است که تهداب زندگی ما را میسازه و پول مصرف نداره. ما چرا باید از اینا زیاد استفاده نکنیم؟ خب در خانواده اگه ما بازار خود طلا ورده نتونستم، خب این خب پول مصرف داره، اما لبخند خدا خب باید در مقابلش فراموش نکنیم. خبره خوب اغنه لري پیسې مصرف بله ها، پول مصرف میشه. خب شاید تو از طلاق خوش شوه، اما مطمئن باشین از محبت و صمیمیت ما بیشتر خوش میشه. کوشش بکنیم نقطه هایی که باعث خوشی و خوشبختی در جامعه ما میشه و هزینه اقتصادی نداره، از ورزیدن از او در خانواده خود، در جامعه خود، در تقابل با دوستای خود هیچ وقت شرم و حیا نورزیم و در مجموع دوستای خود به عنوان از اینکه لباس تو خراب است، تحصیل تو کم است، یا چهره خدای نخواسته که یک گناه بسیار کبیر از وقتی که ما یک دوست خدا به عنوان چهرهش توهین بکنیم، به عنوان رنگش توهین بکنیم، به عنوان نژادش توهین بکنیم، به عنوان دینش. خداوند در محیط 4 نفری ما اگر ما یک دوست غیر دین هم می داشته باشیم، او را باید به خوشی و خوبی بپذیریم، او روابط ما را ببینه، انسانیت ما را ببینه، بفهمه که دین اسلام چقدر یک دین خوب است که هم تشویق شوه و به اسلام رو بیاره. این موارد ما باید کلا فراموش کنیم. ډیره کنیم. مننه کوم د پانتون استاد ښاغلی محمد آصف شهریار چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو چارو کې بریا وغواړم. خیر اوسئ. مننه.